روز زیبای وطن رو برای همه شما بینندگان عزیز به خیر و شادی میگیم و اینک مهمان خانواده شما هستیم توسط برنامه صبح ختنام و مهمان ماست نیز در این برنامه یک از نورس با استعداد، نورس خوش‌ذوق رسول جان کریمی. امروز که مهمان ما و مهمان بینندگان تلویزیون ختلان گردیدید، در آغاز پارچه از سرود بی‌سرایه تا بیننده عزیز ما درک نماید که رسول جان چگونه مهارت خوبی سرود سراییدن را دارد. ایوه اهل دل اهل کشور، ایوه مردمی آزادم این بر، سرودم هرچی شد رو به نیازیم، تو را در شیوه ازالی آفت. شما اصلا مهارت سرودخوانی رو از کی می‌آموزید؟ کی به شما این هنر رو نشان می‌دهد؟ در خانه مادرم به من سرودخوانی را نشان می‌دهد و در مکتب موسیقی شهر باختر که تحصیل می‌کنم استادم قربانوف نسیم و خورشید نور می‌باشد. تشکر میگیم. امروز که در صنف دوم تحصیل می‌کنید و در چهاربینی مکتبی سرود می‌سرایید؟ بله. چگونه سرودها را می‌سرایید؟ در چهاربینی‌های مکتبی من سرودهای وطن مادر و دیگر سرودها را می‌سرایم. هر یک نفر خردسال اصلا شرمگین می‌شود و هنگامی در بین مردم سرود می‌سرایید شما شرم نمی‌کنید؟ نه شرم نمی‌کنم. البته باید بیننده عزیز هر یک نورس، هر یک جوانی که واقعا هنری والا داشته باشد هیچگاه در بین جامعه برای معرفی هنری خود باید شرم نکند و مهمان ما نیز فکر میکنم الکی این هنری سرایندگی را در زمین خود پرورش داده ایستاده است و آینده برای مخلصان خود نیز سرود می‌سراید و چون گفته که در خانه مادرم به من سرودخوانی را می‌آموزاند و به خاطر مادر سرود می‌سرایی، چون که امروز در نزد آینه نیرگون مادران نیز ما را تماشا دارند. بله من برای مادران سرود می‌خوانم. ای کاش که با عمری دیگر می داشتم، پیشی پای چمن گل می کاشتم. ای کاش که با عمری دیگر می داشتم، پیشی پای چمن گل می کاشتم. گل می کاشتم گلای صد رنگ می کاشتم، گل می کاشتم گلای صد رنگ می کاشتم. خاکی قدم شب دیده بر می داشتم، خاکی قدم شب دیده بر می داشتم. او چه دیگرای بخدو کیا چه دیگرای، او چه دیگرای بخدو کیا چه دیگرای، باورم کنن کیا چه جان و جیگرای، باورم کنن کیا چه جان و جیگرای. شما اصلا بزرگ شوید، کلان شوید چی میشوید؟ من آینده میخوام که مکتب را با بهای اعلا ختم کنم، در دانشگاه تحصیل کنم و در وظیفه رهبری کار کنم و در وطن خود خدمت کنم. بینندگان عزیز امروز رسول جان به خود اسباب گیتار آورد و این اسباب به دیدن از خودش نیز بزرگتر می‌شود. نوازش این اسباب رو از کی آموخته ایستاده‌اید؟ من نوازش گیتار را از خود کرده ایستادم و معلم اولیه کامل به من درس می‌دهد. تشکر و برای بینندگان یک نوازش می‌کنید. تشکر میگم رسول جان برای اشتراک در برنامه ما و بینندگان عزیز مهمان ما بودن رسول جان کریموف، یک نورسی با استعداد و باور دارم که لحظه با طبع شما رو با سرودهای خود بریده بگردانید و در انجام یک سرود این نورس برای شماست.
آن کند سپر سینه‌ای پر از محبتش کیست آن کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیز زد و به جان اهل من آن که صبح و شب کشیده نسم سر خواند و قصیده و ترانه وطن چیست سر سپرده وطن من و تویم من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم من و تویم چیست سر سپرده وطن من و تویم من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم من و کیست آن با غرور برای شکست ناپذیر خود دشمنی خیانت است، فدای بر دیار بی نظیر خود